صبح سنگین. این واقعا یک صبح خیلی وزنین بود. محض همین گونه میگویند در اسرائیل از پرزیدنت سر کرده تا رهبران مخالفین. یک چند روز پیش در خان یونس غزه مقاومت فلسطینی بر ضد نیروهای اشغالگر زد و خورد سخت تشکیل کردند که در نتیجه یک افسر و 6 سرباز اشغالگر کشته شدند. گفته می شود که همه آنها زنده سوختند. رادیوی حربی اسرائیل خبر داد که طبق تفتیشات پیشکی یکی از جنگاوران فلسطینی به یک ماشین زره‌پوش انتقال دهنده سربازان نوع پوما نزدیک شده به آن مواد ترکنده را نصب کرده است. این مواد ترکنده ترکید و باعث سوختار در ماشین زره‌پوش گردید. به جای حادثه بولدوزر نوع D9 آورده شد که کوشش کرد ماشین را با ریگ پوشاند و آتش را خاموش کند، اما همه کوشش ها بی نتیجه انجام یافتند. قرار شد که ماشین هنوز سوخته شونده را با ریسمان کشیده به کوچه صلاح الدین خان یونس برند و از آنجا بیرون از غزه برآورند. طبق گزارش رادیوی حربی اسرائیل، ماشین زره‌پوش را تا بیرون بردن از غزه خاموش کرده نتوانستند. در تمام این مدت 7 اشغالگر در داخل ماشین سوخته قرار داشتند. به جای حادثه نیروهای نجات و چرخبالها فرستاده شدند، اما هیچ کس از داخل ماشین نجات نیافت. وزارت اخبار عامه اسرائیل خبر داد که 16 سرباز دیگر در نتیجه این حادثه زخمی شدند. این حادثه همچون وزنین ترین حادثه توصیف شده است که ارتش تروریستی اسرائیل در ماه‌های اخیر روبرو شده است.